پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 24 ایون سال 2023 در یک مراجعتنامه ویژه به مردم، نیروهای مسلح، نهادهای حفظ حقوق و مقامات امنیتی روسیه بار اول حوادث مربوط به آشوب مسلحانه تحت رهبری ایوگنی پریگوژن را ضربه از پشت و تهدید مرگبار به دولتداری روسیه خواند. مؤسس شرکت خصوصی حربی چویکا واگنر دوست و آشپز سابقش را خوی نامید. پوتین حوادث اخیر را به انقلاب‌های سال 1917 که روسیه آن زمان در جنگ یکم جهانی می جنگید قیاس کرد و گفت یک عصر قبل هم از طریق تفتیه‌ها و سیاست بازی‌ها در پشت ارتش غلبه را از دست روسیه دزدیده بودند و آن همه به فروپاشی کشور و از دست رفتن قلمروهای بزرگ انجامید. پوتین تاکید کرد که این دفعه ما برای تکرار آن اشتباه را نخواهیم داد. مردم و دولت خود را از هر گونه تهدید حمایت میکنیم، از جمله از خیانت در داخل. پوتین پنهان نکرد که منظورش از خیانت در داخل پریگوژن و آشوب اوست. آنچه که ما روبرو شدیم از خیانت است. غرضهای بیش از حد و منفعت‌های شخصی به خیانت آورد، به خیانت به کشور و مردم خود و به آن هدفی که برایش در یک صف با نیروهای ما جنگاوران و فرماندهان گروه واگنر نیز می جنگیدند و جان می دادند. این قهرمانی و در دنباس برای وحدت جهان روسی می جنگیدند و جان می دادند، ولی آنهایی که آشوب تشکیل کرده کشور را به بی‌نظمی و جنگ برادرکش و در نهایت به طرف مغلوبیت و تسلیم شوی تله داده ایستادند، به نام و کارنمایی آنها خیانت کردند، اظهار داشت پوتین و بار اول گروه واگنر را نام گرفت. قبلا پوتین کوشش میکرد که از بردن نام نیروهای واگنر خودداری کند. پرزیدنت روسیه گفت هر نوع آشوب داخلی تهدید مرگبار به دولتداری روسیه و ضربه بر روسیه و مردمش است. پوتین وعده داد که به ضد آشوبگران چاره‌های قطعی گرفته خواهد شد. همه آنهایی که دونسته پای برای خیانت گذاشتند، این آشوب را آماده کردند، از راه شانتاژ و اصول ترور رفتند، به جزای ناگزیر رسانیده می شوند. هم در نزد قانون و هم در نزد مردم جواب خواهند داد. آنهایی که این آشوب حربی را تشکیل و تیار کردند، به ضد همسنگران خود سلاح برداشتند، به روسیه خیانت کردند و برای این جواب خواهند داد. در این زمان پوتین از اشتراکچیان آشوب دعوت کرد که سلاح را به زمین گذاشته تسلیم شوند. پرزیدنت روسیه گفت به نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی علیه فرمانهای درکاری داده شدند و در شهر و ولایت مسکو و برخی منطقه‌های دیگر چاره‌های علاوگی ضد تروریستی اندیشیده می‌شوند. پوتین همزمان در دست نیروهای چویکا واگنر قرار داشتن شهر رستوف را تصدیق کرد و گفت برای آرام کردن وضع در رستوف لب دون نیز چاره‌های قطعی اندیشیده می‌شوند. وضع در رستوف مرکب باقی می‌ماند. در آنجا کار نهادهای ملکی و حربی عملاً به هم زده شده است. یادآور می‌شویم شام 23 ایون سال 2023 رهبر چویکا واگنر ایوگنی پریگوژن وزارت مدافع روسیه را به موشکباران مفخره‌های نیروهای خود عیبدار کرد و از آغاز مارش عدالت برای پیدا کردن و به جوابگری کشاندن گناهکاران ناکامی ارتش روسیه در جنگ اوکراین خبر داد.